میخوام در مورد یه موضوعی که خیلی مهمه باهات صحبت کنم. چرا عزت نفس از هر چیزی مهمتره؟ عزت نفس اون پایه و اساسیه که بقیه چیزها روش ساخته میشه. وقتی به خودت و ارزش‌هات باور داشته باشی، هر تصمیم و هر رویا و هر ارتباطی که واردش بشی بر اساس اون باور ساخته میشه. چون وقتی عزت نفس داری میدونی چی میخوای، چی نمیخوای. راحت به مسائلی که برات خوب نیست نمیگی و به فرصت‌هایی که میدونی باعث رشدت میشه بله میگی. خیلی وقتا ما درگیر این میشیم که دیگران در مورد ما چه فکری میکنن. اما وقتی عزت نفس داری، اول نظرت خودت نسبت به خودت برات مهمه و بعد نظرات دیگران. یادت باشه عزت نفس یعنی اینکه خودت رو به هر شکلی که هستی با تمام نقص‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردت دوست داشته باشی. پس امروز اولین قدم رو بردار و با خودت تکرار کن: من ارزشمندم و من لایق بهترین ها هستم.